پیامبر علیه السلام میگه که وقتی که از خواب بیدار شدی دیدی که سالم هستی، آرام هستی، همین روزه خوردنت رو، لقمه همون روزه رو داری، مثل این که دنیا در اختیاری تو هست. حالا بیدار شوی بیمار باشی، بیدار شوی نارام باشی، بیدار شوی حالا لقمه نباشه، برات عذاب است. مدامی که این هست شکرگزار باشه. باید یعنی اگر این همه باشد سالم باش. از خواب بیدار شدی سالم، الحمدلله. خب لقمه همون روزت رو داری، الحمدلله. این نیست که بسیار داشته باشی یا دیگر. مهم اساس داشته باشی. فعلا هر حالتی هستی همون رو شکر بگو. الحمدلله بهترین حال دارم. حالا کسی در این موضوع خونده بودم، میگه در بازار یک نفر معیوب چرچین فروش چهار چیزی در همون پیشش بود، گرد غبار در بالایش، هر وقت داد میزد میگفت پروردگارا من بهترین حال دارم، پروردگارا بهترین حال دارم. این کتزنای بزرگ، ثروتمندا و زورای بزرگ میرفتن میامدن میگفتن این مردن او کتزنو همه مو، ثروتمندا مو، این بزرگ گردش میدادگی و همه مو. روی ابوله نگویم که ما بهترین حال داریم. این چی دارد؟ که ابوله پرسیمش چی دارد که داد میزنه که من بهترین حال دارم؟ من رفتم گفتم برادر ما را میشناسیم، زورای بزرگ شمایی، همه این گردش میدادگی بزرگ شما هستی. خب همین تو چی داری که داد میزنی که پروردگار رو من بهترین حال دارم؟ کجا هستن این بهترین حالت که ما این احساس رو نداریم تو داد میزنی؟ ما همه دنیا رو داریم تو داد میزنی که من بهترین حال دارم. و گو خداوند هدایتتون کنه، پروردگار هدایتتون کنه. اگر پروردگار راضی نباشد من به این حال میباشم. در فکر فرو رفتم که هیچ چیزی به اراده پروردگار نمیشود. هر چی که هست اراده پروردگار است. ولی همین حالی که داریم این اراده پروردگار است. مدامی که اراده پروردگار راضی پروردگار است، باید مسلمان باید بگوید که من بهترین حال دارم، الحمدلله. و به اراده پروردگار چیزی میشن گفتن نی. مدامی که به اراده پروردگار هیچ چیز نمیشود، روزگی پروردگارم نسبتی من همین حالم هست یا نیست؟ گفتن هست. و مدامی که روزگی پروردگارم نسبتی من همین حالم باشم، من بهترین حال دارم یا ندارم؟ گفتن داری. تمام. یعنی گفتن خودت هستی، یعنی مؤمنی واقعی. ما حریص سرسان و سرگردونیم. تمام. ما حریص سرسان و سرگردون، تو قانع و قناعتمند و راضی و خوشبخت‌ترین مسلمان. برای همین هر مسلمانی در کدام حالتی که نباشد باید بگوید که الحمدلله من بهترین حال دارم. همینه که عیناً دارید ماشین باشد، باید مسلمان بگوید پروردگارا من بهترین ماشین دنیا رو دارم، بسیار ارزان ترین ماشین باشد، همونی که در اختیارت پروردگار دو دستت همین رزق روزی خودت هست میبردت به یک جای رو باید چنین باید انسان بگوید. ولی باید بگید که پروردگار رو شکرانت که بهترین زن رو من دارم، قطعی نظر از چگونه بدنش. مسلمان باید بگید که پروردگار رو بهترین فرزند رو من دارم که به من عطا کرده ای که در همین ناخونی همین فرزند بعضی ها زارن که ندارن. چنین هست یا نیست؟ همین است. پروردگار رو بهترین خانه رو من دارم که سرپوشم هست، از گرمی و سردی حمایم میکند. پروردگار رو شکرانت که بهترین خانه دارم، حتی اگر اجاره شینم باشد. پروردگار رو بهترین حال دارم. وقتی که انسان گفت که من بهترین حال دارم، قناعتمندی و راضیگی و خوشنودی و خوشحالی میآید، راضیگی میآید، راضی میشود، قناعتمند زندگی میکند. وقتی که نگفت همیشه سرسون و سرگردان و حریص او دارد من ندارم، این فلانی دارد این را من ندارم، دیگر تا آخر مردن فقط ندارم رو عموما در ذهنت نیار، دارم رو فقط به یادت بیار که ایمان دارم. نعمت‌های هستند موقتی، نعمت‌های هستند دائمی. دو نمود نعمت است. نعمت‌های دائمی و ابدی هست،
نعمتهای موقتی هست. جوانی نعمت هست که میگذرد، موقتی هست، زود میگذرد. بعد میبینید که سر رو هم سفید بر جا مانده و خزان و دیگر چیزی بی‌مدار. برای همین پیشکی این فرصت جوانی رو غنیمت بدان. برای پیریت آمادگیت رو ببین که وقتی پیر شدی از جوانی آمادگیت رو برای پیری ندیدی، در اونجا پشیمون میشی. باید اینجا از جوانی باید پیری رو فکر کرد. و نعمت ها چیز دو نمود میشه، نعمت های موقتی و نعمت های ابدی. ایمان، اسلام، قرآن، نماز، نیکی، احترام پدر مادر، تربیه فرزند، صدقه های جاریه، مسجد، مکتب، یک یتیمخانه، چند پول پیسه، کم هم باشد زیاد هم باشد، هیچ وقت کم نمیشود. پروردگار کم نمیکند. چرا که پیامبر علیه السلام میگه که من قسم من صدقه. هر جای یتیم بیچاره واقعا هم یتیم باشد، سرپناه باشد، به سر و سامان باشد، کمک کرده. اینا از نعمت‌های ابدی هستند. خو مسجد باشد، خو یتیمخانه، خو مکتب، هر جای جمعیتی که سهم گذاشتید به قدر امکان، این از نعمت‌های ابدی هست. حالا دیگر ثروت و وظیفه و اینا نعمت‌های موقتی هستند. یک مهلت و یک مدتی هست، یک مهلت یک مدتی دیگر نیست. میرود، از بین میرود، از دست میرود. سلامتی هم نعمت موقتی هست. سلامتی، جوانی، اینا نعمت‌های موقتی هستند. وظیفه، منصب، حتی ثروت. برای این پیامبر علیه السلام میگن که 5 چیز رو قبل از 5 غنیمت بدونید. جوانی رو قبل از پیری، ثروت رو پیش از دست رفتن اون ثروت و مال و اموال. ولو دارید یک چنده، یک مقدار دارید، الحمدلله، خدا رو شکر، یک مقدار صدقه کنید. در جای مهم و اساس و ضرور، بیچاره و بینوا و یتیم و دیگر همه اشرا هیچ کس نگید، نه، به قدر امکان. این نعمت‌های هست که ابدی با انسان میماند.